10 سوال بی جواب که ذهن همه رو درگیر کرده. پارت 1. رتبه 10. آیا زمان سفر کردنیه؟ آیا یه روزی میشه به گذشته یا آینده سفر کرد؟ هنوزم فیزیکدانها مطمئن نیستن. رتبه 9. واقعیت چیه؟ آیا اون چیزی که ما میبینیم واقعا واقعیه یا فقط تفسیر مغز ماست؟ رتبه 8. چرا حس میکنیم یه اتفاق رو قبلا دیدیم و چی باعث میشه فکر کنیم یه لحظه تکراریه در حالی که واقعا اینجوری نیست؟ رتبه 7. ذهن انسان از کجا میاد؟ مغز یه عضو فیزیکیه ولی فکر از کجا میاد؟ هنوز هیچ کس دقیق نمیدونه. رتبه 6. چرا زمان بعضی وقتا کند میگذره و بعضی وقتا سریع؟ 1 دقیقه انتظار اندازه 1 ساعت ممکنه حس بشه.